خب سوالی من در مورد اون است که همین چیز در بلژیم هم دیده میشد. رومئو لوکاکو که واقعا هم بسیاری ها از او یعنی سخن‌های بسیار خوب هم میگویند. رومئو لوکاکو یکی از بهترین حمله‌گران مرکزی میگویند در چند مثلا سال اخیر، اما او هم نتیجه خوب نشون نمیداد. نه تنها او با چند فوتبالبازی دیگری بلژیا که صفت لیدری رو دارند. کوین دی بروینه هنوز در چمپیونات جهان گفته بود که مثلا همون نسل طلایی بلژیا تمام دیگر نیست. اون بازی که مثلا اون وقت نشون میدادن این نسل و دیگر بود، مثلا فلانی بود در اونجا، اونها تماما دیگه خیلی بازی میکردن. باز ببینید که همونها هستن ولی بازی معنی ندارن. اون چیزی که مثلا تدسکو در اسپارتاک کار کرد در اسپارتاک نتیجه بهترین رو نشون داد. در منتخب گرفتن، در منتخب باز چی نتیجه بهترین رو نشون داد؟ در چمپیونات روسیه و مدال نقره چمپیونات روسیه به دست آورد. این نتیجه بهترین است. نتیجه بهترین در امور روسیه. در یک فوتبال، در یک مسابقه ای که اونجا برخوردها، فشارهای گروه‌های کلان دسته‌ها تا یک اندازه فوتبال اون کشور رو هم کاسته کرده است. من در نظر دارم خود اسپارتاک رو. شما ببینید بعد از 34 سال چگونه اسپارتاک رو چمپیون کردن. در قیاس با دیگر مربیان در اسپارتاک دیگر همه وقت مربی خارجی میبرند، ولی که در قیاس با دیگر مربیان تدسکو نتیجه بهتر داشت و او زنیت رو پیوسته شکست میداد. این یکی از شکست دادن زنیت در فوتبال روسیه برای دل خودستان حتی برتر از قهرمانی چگونه که دستای ما کدام دسته که استقلال رو شکست میداد دیگر توی تماشا دارد یک عمر. نوبت از اون که ببینید روشن پارسال 3 مرتبه استقلال رو شکست داد. این البته یک تاریخی بود که برتر از قهرمانی بود. تا حال ما هم با همین بهانه و با همین سطر و جمله گفتن میگیریم که ببینید روشن استقلال رو شکست داد. این یک دستاورد نادری برای این با هر صورت با اون قدرتی که بلژیا دارد، در این دسته مربی لازم بود که همون گیم که ابرو و اعتبارش نظر به بازیگران بلندتر بود. روبرتو مارتینز مثلا تدسکو چنین ابرو و اعتبار در بلژیا شاید این چیز هم تاثیر خود را رسونده باشه. مثلا شما فهمیدید شما سطح مربیگی او را به حال مثلا پس میدید، میگم مثلا در خط الیت نیست. ممکن شاید ولی نبودن مربی در کره هم برای آنها البته تا جای ضرر کرد. ببینید تدسکو شروع از بازی اول خوب اداره کردن نمیتوانست، دست را از لحاظ اون که نمیتوانست کدام بازیگر رو بهترش به یاد درآورد، کدامش ثمرآورتر بود. خود تیلمنس رو از اول ندیدیم، بعدن دیدیم که بازیش خوبتر است، بعدن البته شامل هیئت اساسی میشد و خود بلژیم به زور از گروه برآمد. اونجا هم چهارخولی داشتند، اوکراینی بیچاره بدبختانه برای این تیم قربان شد و از یک جانب ما تدسک رو سخت دارم کنیم خطا میکنیم. ببینید اون نسل طلایی که طلا نگرفت و پیر شد، اون نسل طلایی علاقه اون نیست که کوین دی بروینه هرچند که در منچستر سیتی در اطراف خیش بازیگرانی سطح جهانی دارد، در بلژیم چنین نفران ندارد در حیات خیش، هرچند که محنت هم کند نمیشد. ببینید لوکاکو وزمینی به قول دوتانه که با او با سرعت ماکسیمالی نمیرسد. ما مشاهده کردیم که در چه حالت‌ها با او سرعت ماکسیمالی نمیرسید. در چه حالت‌ها چند قسمی بدنش در افساید بود. 3-4 گلش رو حساب نکردند. این یک بدبختی دیگر است که عموما به نتیجه خود منتخب روملو لوکاکو رو تنقید کردن تماما در اینجا ناممکن است. بله به هر صورت ما فکر می‌کنم روملو لوکاکو ببینید چقدر اینجا وقتی فوتبالی نقش بازی شده است. این چقدر مثلا ضربه های یک فرصت های بود که مثلا نمیداره در دروازه نمیداره هم خدمت شود در بعضی بازی ها که ولی این پرابلم من تو نیست که او گل زدن نمیتواند، این پرابلم خود لوکاکو. پرابلم همین است که مثلا بعضی بازیگران هستن در چمپیونات اروپا که تماما مثل لوکاکو همین قدر کارو که میکرد. پرابلم همین است که بعضی بازیگران رو با لوکاکو در بلژیم از لوکاکو گل انتظارند، چگونه که مثال از کاستلز سیو اولی رو انتظارند، از لوکاکو گل بیشتر رو انتظارند. نفر حمله‌آور تنومندی که هم در مبارزه یک به یک چخانه است، هم در مبارزه یک به یک چپا کرده میتواند دل خود رقیب را. ولی عموما ببینید وقتی که دیر میجنبد، وقتی که در فوتبال پرسرعت تا جای رسیدگی کردن نمیتواند، تا جایی که وقتش اومد نمیتواند. عمر است سیمون بک عمر ندارد آخر دارد چقدر ضربه هایی که مثلا به هر صورت ضربه دارد، ضربه گل سر میزند، 0 گل دارد. به هر صورت بلژیم تمام چند سال اخیر که گفتیم یک هیئت خیلی خوب دارد، نمیتواند در مسابقه سطح بلند موفق شد. خوب اگر تاریخ رو هم ببینیم اون سال 80 تنها مدال نقره گرفتن و سال 2018 در جام جهان مدال برنجی اگر خطا نکنم یکم دستاورد دیگر در مسابقه سطح بلند ندارند.